چطور میتونیم مطمئن بشیم که کسی که وکالت ما رو در مورد امور مهاجرت به کانادا قرار بر عهده بگیره به صورت قانونی صلاحیت انجام این کار رو داره توی کانادا؟ آرش سلیمانی نژاد هستم، مشاور رسمی مهاجرت به کانادا. امروز به صورت عملی میخوام خدمتتون توضیح بدم که چطور میتونید تایید صلاحیت بکنید کسی رو که باهاش میخواید وارد قرارداد بشید و مطمئن بشید که این فرد یا شرکت صلاحیت انجام این کار رو داره. به صورت قانونی میتونه وکیل شما یا رپرزنتیتیو شما در مورد مسائل مهاجرت به کانادا در دادگاه‌های مهاجرت کانادا انجام بده. به طور کلی ما دو دسته از شرکت‌ها یا افراد رو داریم که میتونن به صورت قانونی این کار رو انجام بدن. وکلای مهاجرت وکیل‌ها هستن. وکلای مهاجرت توضیح بدم، مشخص بکنم که وکلایی هستن که توی کانادا اجازه کار دارن، از یکی از پراوینس ها، از یکی از استان‌های کانادا مجوز انجام فعالیت دارن، لویر هستند. نه اینکه توی کشور دیگه یا توی ایران، فقط توی کانادا باید این مجوز رو داشته باشن. دسته دوم مشاورین رسمی مهاجرت هستن که اینها هم بایستی مدارک و مجوزهای لازم رو برای انجام این کار داشته باشن و اینکه اگر که یکی از این دو دسته طرف حساب شما هستن با خیال راحت میتونید وارد قرارداد بشید و کارتون رو بهشون بسپارید. این افراد به صورت قانونی میتونن رپرزنتیتیو شما باشن، وکیل شما باشن، مدارک شما رو سابمیت بکنن، از شما دفاع بکنن در مورد هر مسئله‌ای که اداره مهاجرت کانادا یا دادگاه‌های مهاجرت کانادا از شما درخواست میکنن. درباره دسته اول که وکلای مهاجرت هستن، وکلای کانادا هستن، هر استانی، هر پراوینسی یه سایت مخصوص داره، لا سوسایتی اون استان هستش که با مراجعه به وبسایتشون، برای مثال استان بریتیش کلمبیا که وارد لا سوسایتی بریتیش کلمبیا بشی، با وارد کردن اسم اون شخصی که به شما گفته که وکیل هستش یا لویر هستش، میتونید اسمشون رو پیدا بکنید، مجوزاشون رو پیدا بکنید، مطمئن بشید که ایشون لویر هستن و میتونن کار شما رو به عنوان یه لویر انجام بدن. دسته دوم مشاورین رسمی مهاجرت هستن. این وبسایت CICC هستش که مشاورین مهاجرت مجوزاشون رو از اینجا دریافت میکنن. برای اینکه مطمئن بشید که این فرد یا شرکت مجوزهای لازم رو داره و واقعا یه مشاور رسمی مهاجرت کانادا هستش، به این صورت وارد وبسایت میشید. من لینکش رو برای شما قرار میدم. این قسمت Find an Immigration Consultant رو وارد میشید. مجددا این دکمه Find an Immigration Consultant رو کلیک میکنید. اینجا search for an RCIC هستش، Regulated Canadian Immigration Consultant. اینجا رو سرچ میکنید و اینجا با وارد کردن مشخصات اون فرد یا شرکت میتونید مطمئن بشید که این افراد مجوز لازم رو دارن، مشاور رسمی هستن که با خیال راحت بتونید قرارداد ببندید. به طور مثال من اینجا مثال خودم رو میزنم. اینجا وبسایت من هست، کدی که باهاش میتونید تایید صلاحیت بکنید اینجا هست. میتونید از مشاور مهاجرت خودتون این درخواست رو بکنید که کد رو به شما بدن. این کد من هستش. این کد رو من کپی میکنم اینجا و اینکه اینجا کالج آیدی هست، من این رو کپی پیست میکنم اینجا و گزینه فایند رو میزنم. خب اینجا میبینید که اسم، فامیل و مشخصات شرکت رو میاره و اینجا هم میگه که entitled to practice، یعنی اینجا نشون میده که این فرد صلاحیت انجام کار رو داره. اینجوری میتونید مطمئن بشید که افرادی که باشون کار میکنید مجوزهای لازم رو دارن به صورت قانونی توی کانادا و با خیال راحت باشون وارد قرارداد بشید
و بدونید که این افراد میتونن تلاش خودشون رو بکنن که به بهترین نحو ممکن وکیل قانونی شما باشن در مورد مسائل مهاجرت به کانادا.